تابستان امسال برای راننده‌ها در ارمنستان مشکل‌تر خواهد بود. در این کشور قانون را قبول کردند که طبق آن شیشه ماشین باید 70% شفاف باشد. همکنون هر راننده‌ای که شیشه ماشینش بیش از معیار سیاه است مجازات خواهد شد. راننده‌ها میگویند شیشه سیاه آنها را از آفتاب و گرمی حفظ می‌کرد. حالا من خیلی گرم شدم و از گرمی دست چپم را حس نمی‌کنم. آفتاب از این طرف ما را سوزاند. من راهی دور هم نرفتم. حالا از ناحیه ایربونی به نارنارک رفته برگشتم. حتی کندیشنر ماشین هم کمک نکرد. با باور این راننده گرمی زیاد و ماشین هم ضرر می‌رساند. چطور من می‌توانم داخل ماشین را از آفتاب سوزان حفظ کنم؟ من باور دارم تابستان ماشینم به شیشه سیاه ویران خواهد شد. برخی از راننده‌ها ضد قانون نو درباره ماشین‌های سیاه شیشه هستند. گروه دیگر با مقررات نو مخالفت ندارند. شخصا به من شیشه های سیاه خلل میرسانند. مثلا شبانه شما نمیتوانید راه را خوب ببینید. مقامات وزارت کارهای داخلی ارمنستان باور دارند قانون وضع بخطری در راه را بهتر میکند. برخی از راننده‌ها میگویند بهتر بود به جای منع شیشه سیاه مقامات به صفت و روشنی راه خود توجه میکردند. می توانید به من حداقل یک جای را نشان دهید که چنین یک قاعده بخطری داشته باشد؟ در یگان جای نیست. با تاکید مقامات در تمام کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا چنین مقررات جاری شده است. تا زمانی که اتحاد اقتصادی اوراسیا چنین مقررات را پیش بینی کرده است درباره جاری کردن یگان قاعده دیگر حرفی نباید باشد. قانون محدود کردن ماشین‌های سیاه شیشه چند پیش قبول شد، اما تا زمانی تامین شدن پلیس با تکنیکای آزمایش شیشه ماشین‌ها اجرایش آن به تأخیر گذاشته شده بود. حالا به گفته مقامات از راننده‌ها رعایت حتمی قانون باید طلب شود. اگر اجازه میدادند که حداقل شیشه ماشین ها از 40 تا 50% سیاه کرده شود ما خوشحال می شدیم. این می توانست ما را از گرمی آفتاب حفظ کند. با اطلاع وزارت امور داخلی حالا در ارمنستان راننده‌ها مقررات نو را اجرا و شیشه ماشین ها را طبق معیاری که قانون طلب کرده است شفاف می کنند.